مازیار فلاحی پرسپولیسی یا استقلالی؟ سلام دوستان همیشه همراه. امروز اینجاییم تا شما رو بیشتر با یکی از خواننده های عزیز کشورمون آقای مازیار فلاحی آشنا کنیم. مازیار فلاحی متولد 26 مهر سال 1353 در کرج خواننده و ترانه‌سراست. فارغ التحصیل لیسانس رشته مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرسه که کار هنری رو با کارگردانی شروع کرد و با خوانندگی به اوج شهرت و ثروت رسید. به صورت جدی فعالیت خودش رو در سال 1368 وقتی 15 ساله بود با نواختن گیتار شروع کرد و در سال 71 در 18 سالگی در رشته صنایع وارد دانشگاه شد. همزمان با حضور در گروه کور دانشگاه تربیت مدرس به کلاس‌های آوازخوانی جمعی رفت و تکنیک خوندن رو نزد استادش شقایق الله یاری گذروند. در کنار موسیقی در سال 1374 وقتی 21 ساله بود در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دوره کارگردانی سینما رو گذروند و فیلم کوتاه مطرود اولین تجربه کارگردانیشه. در سال 1376 هم کتاب داستانی به نام کلاغ پاییز کودکی رو چاپ کرد. در اسفند ماه سال 1386 به دعوت قاسم جعفری کارگردان آهنگ و ترانه فیلم مجنون لیلی رو نوشت که با این کار فعالیت رسمی خوانندگیش در عرصه سینما شروع شد. گروه نوت‌دونی به پاس قدردانی از این هنرمند محبوب و دوست داشتنی آثارشون رو نوت‌نویسی کرده و در اختیار علاقه‌مندان به این هنرمند در وبسایتش گذاشته. شهرت فلاحی از سال 1389 با سریال قلب یخی شروع شد. اون با انتشار آلبومی با همین نام سر زبانها افتاد و با آلبوم لعنت به من سال 92 به اوج شهرت رسید. تون صدای خاص اون یکی از دلایلی بود که موجب شد برای دریافت مجوز 2 سال منتظر بمونه. مازیار فلاحی با عسل قربانی ازدواج کرده و نتیجه این ازدواج دختری به نام بارانه. همچنین این زوج در تابستان 93 سرپرستی پسر بچه‌ای به نام محمد حسام رو هم بر عهده گرفتن. عسل قربانی مهندس معماره و در شرکت خانه طرح فاخته که متعلق به خشایار فلاحی برادر همسرشه به عنوان طراح داخلی فعالیت میکنه. از اول دبیرستان ورزش رو با تکواندو شروع کرد و 4 سال به صورت جدی کار میکرد. بعداً وارد رشته کاراته در سبک فول کنتاکت شد و ظرف 3 سال به کمربند مشکی رسید. اون به فوتبال هم علاقه داره و طرفدار پرسپولیسه. در سال 1392 در گزارشی به استناد فروش آلبوم و تعداد کنسرت‌ها آقای فلاحی در صدر لیست ثروتمندترین خوانندگان ایران معرفی شد. بعد از اون احسان خواجه امیری و رضا صادقی در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. در آخر آرزوی سلامتی، شادکامی و پیروزی برای مازیار فلاحی عزیز داریم و امیدوار هستیم که روزی اون رو در بالاترین قله موفقیت ببینیم و شاهد کارهای زیباتری از این هنرمند باشیم. لطفاً اگه این ویدیو برای شما جذاب بوده با لایک و کامنت های خودتون از ما حمایت کنید و به ما برای ادامه کار انگیزه بدید و برای اینکه ویدیوهای بعدی ما را از دست ندید ما رو فالو کنید.